سلام و عرض ادب خدمت همراهی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد دارم عملکرد توربوشارژ در خودروهای بنزینی رو به صورت مختصر براتون توضیح بدم، امیدوارم که به درتون بخوره. ببینید، خودروهای بنزینی تنفس طبیعی برای اینکه احتراق داشته باشن نیاز به هوا دارن، نیاز به سوخت دارن. هوا رو از جو اطراف خودشون دریافت میکنن، یعنی تو همون نقطه‌ای که خودرو قرار گرفته، تو سطح دریا میتونه باشه، توی ارتفاع 1000 متری میتونه باشه، توی ارتفاع 3000 متری میتونه باشه. به خاطر همین چون غلظت هوا توی این ارتفاع تفاوت میکنه، عملکرد موتور هم متفاوت خواهد بود. برای همین میان از توربوشارژر استفاده میکنن که این راندمان یک نواخت صورت بگیره. حالا توربوشارژر از چی تشکیل شده؟ از دو تا توربین که با یه شافت به هم وصلن، شافت پایینی و شافت بالایی، توربو و کمپرسور، که داخل یه محفظه هر از این شکل به اسم هوزینگ قرار گرفتن. الان در این شکل میبینید یک ورودی دود داره، یا همون گازهای خروجی از اگزوز وارد این قسمت میشه، انرژی شیمیایی تبدیل به انرژی مکانیکی میشه، باعث چرخیدن توربین توربو میشه و از مسیر پایین گازهای خروجی خارج میشن از سمت اگزوز. حالا چرخیدن این توربو باعث میشه که شافت هم بچرخه و توربین کمپرسور رو هم به گردش در بیاره با همون سرعتی که توربین پایین داره بچرخه. توربین کمپرسور بالا هوا رو از سمت فیلتر هوا با فشار بسیار زیادی میمکه به داخل خودش، سرعتش رو چندین برابر میکنه. این هوا توی حوزین گردش پیدا میکنه، حرکت میکنه به سمت سیلندر خود. یه هوای با فشار بسیار بالا وارد اینترکولر میشه. حالا در مورد اینترکولر هم توضیح خواهم داد که کارش چیه. میبینید که گازهای خروجی وارد توربین میشن، گردش ایجاد میکنن، از سمت اگزوز خارج میشن، کمپرسور شروع به چرخش میکنه، باعث میشه که هوای بسیار فشرده وارد اینترکولر و از همین سمت به سمت سیلندر بشه که راندمان موتور بسیار بالا میره. نقش بنزین، پاشی سوخت اینجا خیلی مهمه، چون خود اون پاشی سوخت باعث میشه که سیلندر ماشین خنک بشه و خنککاری رو به صورت درست برای سیلندر ماشین انجام بده. حالا اینترکولر نقشش چیه؟ شما وقتی هوای فشرده رو توسط کمپرسور وارد اینترکولر میکنید، هوا گرمه. اینترکولر هم باعث میشه که این هوا خنک‌تر بشه که باعث میشه انفجار بهترین شکلش انجام بشه، هم متراکم‌تر بشه. این تراکم و خنکی باعث میشه که باز راندمان موتور بسیار بره بالاتر و عملکردش فوق‌العاده بشه. مسیر خروجی اگزوز رو می‌بینید. توی این مسیر امکان داره ما تو دورهای بالا فشار خروجی اگزوز بسیار زیاد بشه که عملکرد توربو رو بخواد اختلال ایجاد کنه. برای همین این خروجی رو گذاشتن که اون عملکرد رو بهبود ببخشه.